سلام به شما عزیزان، امیدوارم که عالی باشین. امروزم با یک ویدیو جدید از این کانال در خدمتتون هستم. تا حالا به این فکر کردی که چرا بعضیا یهو بدون هیچ سابقه خاصی میشن بیمار کبدی و سر از بیمارستان در میارن؟ چرا یه آدمی که نه الکل میخوره نه بیماری ژنتیکی داره یهو میرسه به جایی که دکتر بهش میگه کبدت از کار افتاده و فقط پیوند میتونه نجاتت بده؟ بذار یه راز وحشتناک رو برات فاش کنم، رازی که همه نمیخوان بدونی چون سود خیلیا توی اینه که تو بیخبر بمونی. یه خوراکی ساده، یه چیزی که هر روز میخوری و حتی شاید به بچت هم بدی، داره آروم آروم کبدتو مثل شیشه خورد میکنه. کبدت رو تصور کن مثل یه کارخونه بزرگه، یه فیلتر هوشمند که شب و روز کار میکنه. سموم رو میگیره، خونت رو تمیز میکنه، مواد غذایی رو ذخیره میکنه. بدون کبد حتی یه روز هم زنده نمیمونی. حالا تصور کن هر روز یه ضربه نامرئی به این فیلتر بخوره. بار اول چیزی نمیبینی، بار دوم هم نه، اما صدها بار، هزاران بار ترک‌های ریز شروع میشن. ترک‌هایی که تو حس نمی‌کنی، اما وقتی زیاد بشن یهو کل شیشه میشکنه و همه چی فرو میریزه. این دقیقاً بلایی که اون خوراکی سر کبدت میاره. میدونی ترسناکترین بخش ماجرا چیه؟ اینکه تو هیچ نشونه واضحی نمیبینی. شاید فقط خسته باشی، شاید یکم حوصلت کم باشه یا حس کنی بعد از غذا سنگین شده باشه، همین، و فکر میکنی که طبیعیه، اما در واقع پشت پرده سلولهای کبدتن که دارن یکی یکی خاموش میشن. زخمای ریز شکل میگیره، بهش میگن فیبروز. بعد کم کم اون زخما بیشتر میشن، کبد چرب میشه، بعد سیروز و در نهایت مرگ خاموش. بذار یه داستان واقعی بهت بگم. یه روز که شیفت اورژانس بودم، مرد جوانی با درد عجیب شکم مراجعه میکنه. به گفته خودشم هیچ وقت لب به الکل نزده، همیشه فکر میکرده که سالمه چون اهل دود و دم هم نبوده. وقتی جواب آزمایشش اومد همه شوکه شدن، کبدش پر از چربی و زخم بود. خودش میگفت من فقط نوشیدنی های شیرین میخوردم، یه مقدار شیرینی، یه مقدار دسر، چیزی که همه میخورن، اما همون کافی بود که کبدش مثل شیشه خورد بشه. تصور کن کبدت یه شیشه بزرگه و هر بار که اون ماده رو میخوری انگار داری با ناخن یه خط روش میکشی. اول چیزی دیده نمیشه ولی کم کم خطها بیشتر میشن، ترک‌ها عمیق میشن و یه روز صبح یهو میبینی اون شیشه تیکه تیکه شده. این همون چیزیه که توی بدن خیلی ها داره اتفاق میفته. حتی همین الان که داری این ویدیو رو میبینی، میدونی وحشتناکترش چیه؟ این خوراکی توی همه خونه‌ها هست، توی یخچال، توی کابینت، حتی روی میز صبحونت. بچه‌ها میخورن، بزرگترا میخورن، حتی کسایی که فکر میکنن رژیم سالم دارن باز هم به شکل پنهان مصرفش میکنن و همینه که باعث میشه خیلیا بدون هیچ هشدار جدی یهو مریض میشن. یه لحظه تصور کن خودتو وسط یه زندگی عادی، یه روز معمولی، شاید داری با خانواده میخندی یا سر کار با همکارا داری صحبت میکنی، یهو یه ضعف عجیب میاد سراغت، یه زردی روی پوستت میبینی، یه ورم توی شکمت، میری دکتر، آزمایش میدی و جوابش یه جمله است: کبدت آسیب جدی دیده. اون لحظه همه چی یخ میکنه، انگار زمین زیر پات خالی میشه، حتی نفس کشیدن عادی برات تبدیل به جنگ میشه. دکترها میگن تنها راه نجاتت پیونده و تو میمونی با یه علامت سوال بزرگ: چرا من؟ و جوابش فقط یه چیزه، همون خوراکی ساده‌ای که سالها با خیال راحت میخوردی. اما یه خبر خوب هم هست: کبدت از معدود اعضایی که میتونه خودشو بازسازی کنه، سلولهای جدید بسازه، دوباره به زندگی برگرده،
به شرطی که به موقع بفهمی و جلوی اون قاتل خاموش رو بگیری. خیلی ها همین کار رو کردن. مصرف اون ماده رو قطع کردن. رژیمشون رو تغییر دادن و بعد از چند ماه نتیجه رو دیدن. آزمایش‌های خونیشون بهتر شد، انرژی بیشتری داشتن، حتی رنگ پوست و رویشون هم عوض شد. تو هم میتونی، اما باید بدونی با چه چیزی طرفی. حالا وقتشه که پرده رو کنار بزنیم و اون خوراکی مرموز رو بهتون بگیم که چه چیزی هستش. چیزی نیست جز شکر سفید و فروکتوز بالا. همون چیزی که توی نوشابه‌ها، آبمیوه‌های صنعتی، دسرها و حتی خوراکی‌های به ظاهر سالم پیدا میشه. شکر مثل اسید روی کبد عمل میکنه. هر بار که میخوری یه ضربه بهش میزنه و به مرور زمان اونو مثل شیشه خورد میکنه. انتخاب با توه. میخوای همچنان بیخیال ادامه بدی و امیدوار باشی که روزی روی تخت بیمارستان منتظر پیوند کبد نشی، یا همین الان تصمیم میگیری و آیندت رو نجات میدی. یادت باشه این فقط یه خوراکی نیست، یه قاتل پنهانه که سالهاست توی سفره همه ما جا خوش کرده. حالا اگه میخوای بدونی که چه چیزهای دیگه‌ای به همین اندازه یا حتی بدتر میتونن بدنتو نابود کنن، همین الان کانال رو سابسکرایب کن، چون توی قسمت‌های بعدی قرار چیزایی بشنوی که میتونه مسیر زندگیتو برای همیشه عوض کنه.